اگر که بینی شما منافذ داره این ویدیو مال شماست. میخوام با این ماسک خیلی آسون از شر منافذ بینیمون راحت بشین. Hello everybody, how's your day؟ سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امروز میخوام راجع به یه مسئله خیلی مهم تو این ویدیو باهاتون صحبت کنم. فقط قبلش این نکته بگم یادتون نره زیر ویدیو اول برای من کامنت بذارید، بعد ساب کنین که سابتون نپره. دکمه زنگوله هم حتما روشن کنین که زود بیاین پیشم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اگر که بینی شما منافذ داره این ویدیو مال شماست. میخوام با این ماسک خیلی آسون که تو همه خونه ها هست از شر منافذ بینیمون راحت بشین. مگه میشه؟ آره، چرا نمیشه؟ جدی میفرمایی؟ الان بهت نشون میدم تو این ویدیو، با من همراه باش. خب احتیاج داریم به سفید تخم مرغ، از این براشا و دستمال کاغذی هایی که من قبلا باریش زدم اندازه بینیم شده. خب از این ماسک میزنیم به بینیمون. سفید تخم مرغ معجزه آسا. وای چقدر خنکم هستش نیاز نشان جان شد. خب یه لایه از این دستمال کاغذی رو میذاریم روی بینیمون به این حالت. خب دوباره یه لایه دیگه، دوباره دستمال کاغذی. من چون دستمال کاغذی هم اونجوری کوچیک بریدم، یه لایه دیگه هم میذارم. این اندازه بریدم که راحت بشه استفاده کنید توی صورت. خب یه لایه دیگه میذاریم. خب بچه‌ها اندازه 5 دقیقه بهش زمان میدیم که یکم رو بینیمون بمونه، بعد برش میداریم. من میرم 5 دقیقه دیگه میام. خب من اومدم 5 دقیقه زمان دادم تا این بمونه روی بینی. فقط یه نکته بگم، پوستایی که چربه بیشتر منافذ میگیره بچه‌ها، بیشتر بینی‌هاشون منافذ دارن، به دقت کرده باشین. اگر جنس پوستتون نمیدونی حتما به این ویدیویی که اینجا میذارم سر بزن، کامل توضیح دادم که جنس پوستت چجوری تشخیص بدی. خب بریم اینو برداریم از روی بینیمون. یکم خشک شده اینجا، باید یکم حوصله به خرج بدیم که بینیمون اذیت نشه. البته من یه نکته هم بگم که من بچه خیلی منافذ ندارم، ولی ببین باز با این حال نمیدونم چقدر تو ویدیو معلوم میشه چقدر ازش اومد بیرون. البته میگم من خیلی منافذ ندارم، اما حتما اینو امتحانش کنید، واقعا جوابه. این ویدیو رو حتما برای دوستاتون شیر کنید که اونا هم استفاده کنن. منتظر ویدیو جدید من باشین. کلی دوستتون دارم. ماچ بهتون.